به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و رمان قشنگ شروع می‌کنیم. سه‌شنبه ها با موری، مرد پیر، مرد جوان و بزرگترین درس زندگی. نویسنده میچ آلبوم و ترجمه ماندانا قهرمانلو هستش که چاپ 24م این کتاب در اختیار منه و توسط نشر قطره در تهران این کتاب چاپ شده. این کتاب در حوزه مرگ، جنبه‌های روانشناسی و نمونه پژوهی هستش. امیدوارم که از این کتاب زیبا لذت ببرید و اگر خوشتون بیاد برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. ترجمه این کتاب را تقدیم کرده خانم قهرمانلو به همه رهروان راه عشق. ابتدا مقدمه خیلی کوتاه را برای آشنایی با نویسنده برای شما میخونم و سپس با هم فصل‌ها رو شروع میکنیم. لطفاً با من همراه باشید. میچ آلبوم روزنامه‌نگار است. انجمن ناشران ورزشی امریکا تا سال 1997 دوبار میچ را بهترین مقاله نویس ورزشی تشخیص داده و رتبه اول را به او اختصاص دادند. وی علاوه بر روزنامه‌نگاری، برنامه‌های رادیویی ABC و WJR دیترویت و برنامه‌های تلویزیونی در شبکه ESPN و MSNBC گزارش ورزشی را نیز نویسندگی و اجرا می‌کند. آلبوم سابق بر این نوازنده حرفه‌ای بوده است. از آثار دیگر او می‌توان به فا، فایو و بو جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های سال امریکا و همچنین 4 مجموعه مقاله ورزشی اشاره کرد. میچ با همسر خویش ژانین در فرانکلین میشیگان اقامت دارد. میچ 45 ساله نویسنده پرفروش‌ترین کتاب سال 1997 در کشور امریکا بوده است که فعالیت‌های نوشتاری داره. این نویسنده فعالیت‌های مطبوعاتی داره، فعالیت‌های رادیویی داره، فعالیت‌های تلویزیونی و فعالیت‌های موسیقی. آشنایی با شخصیت میچ آلبوم. میچ متولد فیلادلفیا، فارغ التحصیل دانشگاه براینز در رشته جامعه شناسی و فوق لیسانس روزنامه‌نگاری و مدیریت بازرگانی از دانشگاه کلمبیای نیویورک سیتی است. سالها پیش نقش کوتاه در نمایشی برای کمدین معروف گیب کاپلان ایفا کرد. میچ 2 مؤسسه خیریه در دیترویت بزرگ بنیان کرده است. و اما کتاب رو با هم شروع می‌کنیم. لطفاً با من همراه باشید. بعد از ظهر شنبه شرجی از اواخر بهار سال 1979 صدها نفر از ما دانشجویان در کنار همدیگر به ردیف روی صندلی‌های چوبی چیده شده در محوطه چمن اصلی دانشگاه نشسته‌ایم. همگی رداهای بلند و گشاد نایلونی آبی رنگی به تن داریم. با بی‌حوصلگی به سخنرانی‌های طولانی گوش می‌دهیم. به محض پایان مراسم کلاه‌های خود را به هوا پرتاب می‌کنیم و رسما از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شویم. دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه براندیز یا برانز واقع در شهر والتهام ماساچوست گویی برای بسیاری از ما دوران کودکی تازه به سر آمده است. چند لحظه پس از اتمام مراسم استاد مورد علاقه‌ام موری شوارتز را پیدا و او را به پدر و مادرم معرفی می‌کنم. موری مرد کوتاه‌قامتی است که گام‌های کوتاهی برمی‌دارد و وزش بادی شدید می‌تواند در هر لحظه او را ناگهان از زمین جدا کند و تا میان ابرها بالا ببرد. موری در ردای فارغ التحصیلی خویش از طرفی به واعظ کتاب مقدس و از طرف دیگر به جن روز کریسمس شباهت پیدا کرده است.
جن و پری موجوداتی کوتاه‌قد دارای گوش‌های بلند نوکی و دارای قدرت‌های جادو. او دارای چشمان درخشان سبزآبی، موهای کمپشت نقره‌فام و متمایل به سمت پیشانی، گوش‌های بزرگ، بینی سه‌گوش و 2 دسته ابروی خاکستری رنگ است. در ضمن دندانهایش به هیچ وجه مرتب نیستند و حتی ردیف پایین دندانهای او به سمت عقب متمایل شده‌اند. گویی شخصی زمانی مشتی حوالی آنها کرده باشد. خنده‌اش چنان است که انگار اولین لطیفه روی کره زمین را برایش تعریف کرده باشی. او برای پدر و مادرم میگوید که من در تمام کلاس‌های او حضور داشتم. به آنها میگوید شما پسری کاملا استثنایی دارید. از فرط خجالت سرم را پایین میاندازم. پیش از خروج از دانشگاه هدیه‌ای به استادم میدهم. یک کیف دستی به رنگ قهوه‌ای روشن که حرف اول نام استاد در قسمت جلوی آن چسبانده شده است. شاید به خاطر اینکه نمیخواستم من را از یاد ببرد. او کیف را میپسندد و میگوید میچ، تو یکی از آن دانشجو خوبها هستی. سپس من را محکم در آغوش میگیرد. بازوهای لاغرش را دور کمرم احساس میکنم. قد من از او بلندتر است و زمانی که مرا در آغوش گرفته احساس شرم میکنم چون از او بزرگتر هستم. انگار که من والد هستم و او کودک. از من میپرسد که آیا من ارتباطم را با او ادامه خواهم داد و من به هیچ درنگی به او پاسخ میدهم البته. زمانی که به عقب گام برمی‌دارد متوجه می‌شوم که اشک‌هایش سرازیر شده‌اند. فصل 2. فهرست منابع. حکم مرگ استاد در تابستان سال 1994 صادر شد. با نگاهی به گذشته موری خیلی پیش از این تاریخ متوجه شده بود که واقعی بدی در شرف وقوع است. او از همان روزی که رقص را کنار گذاشت به این موضوع پی برد. موری استاد سابق من همواره در حال رقص بود. نوعی موسیقی برای او فرق نمی‌کرد. راک اند رول، بیگ بند، بلوز، او عاشق همه آنها بود. موری عادت داشت که چشمانش را ببندد و با لبخندی شادی بخش احساسات خودش را مطابق با ضرب آهنگ موسیقی به حرکت درآورد. این عمل او همیشه نمای زیبایی نداشت. او دیگر نگران همپا و شریکی برای رقص نبود. موری با خود می‌رقصید. کلیسای میدان هاروارد پاتوق هر چهارشنبه شب موری بود. برای شرکت در مراسمی به نام رقص دلخواه. آنجا پر از نورهای چشمک‌زن و بان‌های قوی موسیقی بود و موری با بلوزی آستین کوتاه و سفید رنگ، شلوار گرمکنی سیاه و حوله‌ای به دور گردن به هیچ هدف معینی در میان خیلی عظیم دانشجویان آرام آرام قدم می‌زد. هر موسیقی که پخش می‌شد همانی بود که موری می‌خواست با آن برقصد. از رقص لیندی گرفته تا مدل رقص جیمی هنریک او میچرخید و میچرخاند. موری مانند رهبر ارکستری که در اثر مصرف داروهای مخدر آمفیتامین از خود بیخود شده باشد آنقدر در دستانش حرکات مواد ایجاد میکرد که قطرات عرق به طرف کمر او سرازیر میشدند. هیچ کدام از افراد حاضر در سالن نمی‌دانستند که موری استاد با تجربه دانشگاه دکتری سرشناس در رشته جامعه شناسی و نویسنده کتب متعدد تحسین برانگیز است. آنها فقط تصور می‌کردند که موری پیرمردی کم عقل است. یک از شب‌ها او نوار تانگویی آورد و درخواست کرد که آن را از بان پخش کند. سپس در حالی که مانند عاشق‌های پرشور و حرارت دوران روم باستان با چالاکی هرچه تمامتر به طرف عقب و جلو می آمد کف سالن را غرق کرد. هنگامی که رقصش به پایان رسید همه جمعیت برایش کف زدند. میشد که او برای همیشه در آن لحظه باقی بماند. اما دیگر رقص برایش ممنوع شده بود. او در سن 60 سالگی دچار تنگی نفس پیشرفته شد. طوری که نفسش به سختی بالا می آمد
روزی در حال قدم زدن در امتداد رودخانه چارلز ناگهان باد شدید سردی می‌وزد و راه تنفسی او را مسدود می‌کند. پس از انتقال سریع موری به بیمارستان به او آدرنالین تزریق می‌کنند. چند سال بعد در راه رفتن مشکل پیدا می‌کند. یک بار در جشن تولد یکی از دوستان که بدون علت مشخصی روی زمین افتاد و بار دیگر در سالن تئاتر که از پله‌ها پایین می‌افتد. جمعیتی نه چندان زیاد حیرت زده به گرد او حلقه می‌زنند. شخصی فریاد می‌زند دور و برش را خلوت کنید، بگذارید بهش هوا برسد. در آن بره از زمان او 70 سال داشت. بنابراین زمزمه‌هایی از پیری مردم به گوش رسید. آنها به موری کمک کردند تا روی پاهای خود بایستد. اما موری که همواره بیش از همه ما از احوال درونی خیش آگاه بود، یقین داشت که مشکل در جای دیگری است. مشکلی ورای اسیری بودن. او همواره خسته و کسل بود. به هنگام خواب مشکل داشت. رویای مرگ میدید. موری دکتر رفتن را شروع کرد. بارها و بارها. آزمایش خون داد. آزمایش ادرار، آزمایش روده از طریق مقعد و در نهایت وقتی هیچ علامتی برای تشخیص بیماری به دست نیامد، یکی از پزشکان دستور آزمایش نسوژ داد. بنابراین از ساق پای موری تکه برداری کردند. جواب آزمایشگاه مبنی بر احتمال مشکلی در سیستم عصبی موری بود. پس موری باز هم یک سری آزمایش دیگر داد. در یکی از این آزمایش‌ها موری میبایست روی صندلی مخصوص می‌نشست. چیزی شبیه به یک صندلی الکتریکی تا پزشکان با عبور دادن جریان سریع برق از بدن او عکس‌العمل‌های عصبیش را بسنجند. پزشک معالج موری پس از بررسی دقیق نتیجه آزمایشات گفت این مسئله به بررسی بیشتری نیاز دارد. یک بار دیگر باید آزمایش بدهید. موری سوال کرد چرا؟ موضوع چیست؟ مطمئن نیستیم. شما کمکار شده اید. کمکار شده است یعنی چه؟ در نهایت روزی شرجی در اوت سال 1994 موری و همسرش شارلوت به مطب پزشک متخصصی رفتند. پزشک از آنها خواهش کرد قبل از آگاهی از موضوع بنشینند. موری مبتلا به بیماری ALS، تصلب بافت‌های بدن از نوع ثانوی آن شده بود. بیماری لوگرگیک، مرضی کشنده و لاعلاج در سیستم عصبی. درمان قطعی این بیماری هنوز کشف نشده است. موری پرسید چگونه به آن مبتلا شدم؟ هیچ کس اطلاع نداشت. آیا این از آن نوع بیماری های به تدریج کشنده است؟ بله. پس من دارم میمیرم. دکتر پاسخ داد بله همینطور است. من خیلی متاسفم. پزشک تقریباً به مدت 2 ساعت با صبر و حوصله به تمام سوالات موری و شارلوت پاسخ داد و هنگامی که آنها قصد ترک مطب را داشتند، پزشک معالج اطلاعاتی در مورد ALS در قالب دفترچه راهنمایی کوچک به آنها داد. مثل این بود که حساب بانکی باز کرده باشند. خارج از مطب دکتر خورشید می‌درخشید و مردم مشغول انجام کارهای خود بودند. زنی برای انداختن سکه در پارکومت می‌دوید. دیگری خوراکی هم می‌کرد. میلیون‌ها اندیشه مختلف از مخیله شارلوت می‌گذشت. چه وقت همدیگر را ترک خواهیم کرد؟ چگونه از پس این موضوع برخواهیم آمد؟ چگونه صورت حساب‌ها را پرداخت خواهیم کرد؟ و این در حالی بود که استاد قدیمی من از فرط شرایط به شدت عادی آن روز حیرت زده شده بود. آیا دنیا نباید متوقف بشود؟ آنها نمی‌دانند که چه بلایی بر سر من آمده است. اما دنیا نه تنها متوقف نشده بود بلکه ابداً کوچکترین توجهی هم نداشت. موری همچنان که بیرمق در ماشین را به طرف خود کشید احساس کرد که گویی خود را به درون گودالی ترک کرده است. او می‌اندیشید حالا که چه؟
همچنان که استاد قدیمی من در پی یافتن دلیل بود، بیماری او هفته به هفته و روز به روز رو به وخامت گذاشت. یک روز صبح که اتومبیل خود را از گاراژ بیرون آورد، به زحمت توانست ترمز بگیرد و این پایان دوران رانندگی او بود. او عادت به پیاده‌روی داشت و همین خاطر عصبانی خورید و این پایان دوران پیاده‌روی مستقل او بود. او به طور منظم برای شنا به باشگاه UMCA می‌رفت، اما متوجه شد که دیگر قادر نیست به تنهایی لباسهایش را در بیاورد. بنابراین اولین پرستار خانگیش، دانشجویی در رشته خودشناسی به نام تونی را استخدام کرد تا او را به هنگام داخل شدن به استخر و خروج از آن و همچنین پوشیدن و درآوردن لباس شنا کمک کند. در اتاق رختکن بقیه شناگران وانمود می‌کردند که به موری نگاه نمی‌کنند، اما به هر حال به او خیره خیره می‌نگریستند و این پایان دوران آسایش بی مخل او بود. در پاییز سال 1994 موری به محوطه دانشگاه براینز آمد تا آخرین واحد دانشگاهیش را تدریس کند. البته او می‌توانست به راحتی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند. به هر حال مسئولین دانشگاه این موضوع را درک می‌کردند. چرا در مقابل این همه جمعیت درد بکشی؟ در خانه بمان. به کارهای شخصی خودت برس. اما حتی اندیشه استعفا هم به ذهن موری خطور نکرد و دقیقاً کاملاً برعکس موری لنگ لنگان وارد کلاس شد، وارد خانه‌ای که بیش از 30 سال در آن زندگی کرده بود. از آنجایی که با عصا راه می‌رفت مدتی طول کشید تا به صندلی خود برسد. عاقبت روی صندلی نشست. با حرکتی سریع عینکش را از روی بینیش برداشت و به چهره‌های جوانی نگریست که در سکوت محض به او خیره شده بودند. دوستان من، قبول دارم که شما همگی در اینجا حضور یافته اید تا واحد روانشناسی اجتماعی را پاس کنید. من این واحد را به مدت 20 سال تدریس کردم، اما این اولین باری است که میتوانم بگویم اگر این واحد را بگیرید ریسک بزرگی کرده اید، زیرا من دچار بیماری لاعلاجی هستم و ممکن است حتی تا پایان این ترم هم زنده نمانم. اگر شما احساس میکنید که این موضوع برایتان مشکلی به وجود میآورد، این واحد را حذف کنید. من درکتان میکنم. موری لبخند زد و این پایان دوران راز نهان او بود. بیماری ALS همانند شمع روشنی است که به تدریج اعصاب شما را می‌سوزاند و آب می‌کند و از بدنتان فقط توده‌ای موم به جای می‌گذارد. معمولاً کار خود را از پاهای انسان شروع می‌کند و سپس راهش را به طرف اندام‌های بالایی ادامه می‌دهد. شما کنترل عضلات بدنتان را از دست می‌دهید به حدی که قادر نخواهید بود درست بنشینید. و در پایان اگر عمری برایتان باقی بماند، گلویتان سوراخ می شود و از طریق لوله‌ای که درون آن حفره قرار می گیرد قادر خواهید بود نفس بکشید. در شرایطی که روح کاملا آگاهتان درون جسمی ناتوان زندانی شده. شاید بتوانید چشمهایتان را باز و بسته کنید. شاید بتوانید حرفی بزنید، درست مانند فیلم‌های علمی تخیلی که انسانی درون پوست خود منجمد شده است. از روزی که این بیماری با بدن شما قرارداد ببندد، بیشتر از 5 سال زنده نخواهید ماند. پزشکان موری زمان مرگ او را 2 سال دیگر تخمین زده بودند. موری آگاه بود که زمان مرگش زودتر از این مدت فرا خواهد رسید. اما استاد قدیمی من وقتی که از مطب دکتر در حالی که بالای سرش شمشیر آویخته شده به تار مویی را احساس می‌کرد، خارج شد. به یک بار آن روز را از نو ساخت. او با تمام وجود تصمیم خود را گرفته بود. او از خود سوال کرد: آیا می‌خواهم ذره ذره پژمرده شوم و از بین بروم و یا اینکه بهترین کاری را که از دستم برمیآید در این زمان باقی مانده انجام دهم؟ او تصمیم نداشت ذره ذره پژمرده شود. او تصمیم نداشت از مرگ خود شرمنده و متاسف باشد. بلکه کاملا برعکس، او قصد داشت
مرگ موضوع آخرین پروژه تحقیقیش باشد. موضوع مورد تمرکز ایام بیماری. از آنجایی که همه خواهند مرد، پس او جز یکی از گرانبهاترین موهبت‌ها به شمار می‌رفت. درست است؟ موری خود به تنهایی می‌توانست نمونه تحقیقی باشد. کتاب راهنمایی بشرگونه مرا تحت بررسی دقیق قرار دهید. مرگ آرام و تدریجیم را مشاهده کنید که چه اتفاقاتی برای من رخ می‌دهد. همراه با من بیاموزید. موری تصمیم داشت پل نهایی میان زندگی و مرگ را پشت سر بگذارد و سفرنامه‌اش را نقل کند. ترم پاییزه به سرعت سپری شد. داروهای بیشتری تجویز شد. دیگر درمان امری عادی و منظم شده بود. پرستارها به خانه موری می آمدند تا پاهای بی‌تحرک موری را حرکت بدهند و عضلات او را فعال نگه دارند. پرستارها پاهای موری را به طرف عقب و جلو خم می کردند. گویی از چاه آب بیرون می کشیدند. ماساژورها یک روز در هفته نزد موری می آمدند تا انعطاف ناپذیری شدید و دائمی موری را تسکین بخشند. موری استادان مدیتیشن را هم ملاقات کرد. او چشمهایش را می‌بست، افکارش را برای تمرکز جمع و جمع‌تر می‌کرد تا اینکه دنیایش در یک نفس خلاصه می‌شد. دم بازدم، دم بازدم. روزی به هنگام پیاده روی با عصا روی لبه پیاده رو رفت و از آن بالا در خیابان افتاد. عصا جهت پیاده روی به فرد دیگری داده شد. از آنجایی که قوای بدنش تحلیل رفته بود و این طرف و آن طرف رفتن در حمام و دستشویی او را از پا می‌انداخت، موری تصمیم گرفت در لگن بزرگی ادرار کند و از آنجایی که میبایست خودش را به هنگام انجام این کار نگه می‌داشت، به ناچار و بایست یک نفر لگن را نگه می‌داشت تا موری آن را پر کند. اکثر قریب به اتفاق ما ممکن است از انجام این کارها شرم‌زده شویم، به خصوص اگر همسن و سال موری باشیم. اما موری جز این اکثریت نبود. هنگامی که همکاران صمیمی‌اش به دیدار او می‌آمدند، به آنها می‌گفت گوش کن، من ادرار دارم، مایلم کمکم کنی. آیا از انجام این کار راضی هستی؟ آنها معمولاً حیرت زده درخواست موری را می‌پذیرفتند. در واقع او پذیرای روند رو به رشد ملاقاتی‌ها بود. او با آنها در مورد مرگ مباحثه می‌کرد. در مورد اینکه معنی حقیقی مرگ چیست و اینکه چگونه جوامع را همواره از مرگ ترسانده‌اند بدون اینکه ضرورت آن را درک کنند. او به دوستان خویش اعلام کرد که اگر آنها واقعاً مایلند به وی کمک کنند، رفتار ترحم‌آمیز و دلسوزانه‌ای با او نداشته باشند، بلکه به او مراجعه کنند، تلفن بزنند و مشکلاتشان را هم سهیم شوند. آنها از این طریق همواره مشکلات خود را با موری در میان می‌گذاشتند، زیرا موری همواره شنونده شگفت‌انگیز بود. علی‌رغم همه آن اتفاقاتی که برای موری می‌افتاد، صدایش همچنان قدرتمند و گیرا بود و ذهنش انباشته از امواج میلیون‌ها اندیشه. او مصمم بود اثبات کند کلمه مرگ مترادف با از کار افتادگی و بلا استفاده بودن نیست. کریسمس آمد و رفت. موری با وجودی که ایمان داشت آن سال آخرین سال زندگیش خواهد بود، در این باره به هیچ کس چیزی نگفت. موری اکنون از صندلی چرخدار استفاده می‌کرد. موری با زمان دست و پنجه نرم می‌کرد تا بتواند همه حرفهایش را به همه کسانی که عاشقشان است بگوید. در این گیرودار یکی از همکاران موری در برانز در اثر حمله قلبی درگذشت. موری به مراسم تدفین او رفت، اما از مراسم غمگین به خانه برگشت. موری گفت چه اتلاف وقتی. مردم چه جملات زیبا و شگفت‌انگیزی بر زبان آوردند، اما ایرو هیچ کدام از آنها را نشنید. موری عقیده بهتری داشت. او به چند نفر تلفن کرد. او تاریخی را معین کرد. در بعد از ظهر سرد یک شنبه روزی جمع کوچکی از دوستان و خویشاوندان در خانه موری به او پیوستند تا در مراسم تدفین زنده او شرکت کنند.
همه آنها حرفهایشان را زدند و مراتب تقدیر خود را از استاد قدیمی من به جا آوردند. بعضی گریستند، برخی خندیدند، زنی از حضار شعری خواند. پسرعموی من، عزیز من، محبوب من، ای قلب تو تا ابد جاودان، ای سکوبیای دوست داشتنی، ای در نوردنده لایه های زمان. موری با آنها گریه کرد، موری با آنها خندید، موری تمام احساسات قلبی پاک، صادقانه و خالصانه خود را آن روز به زبان آورد. احساساتی که ما هرگز به افراد مورد علاقه مان ابراز نمی‌کنیم. مراسم تدفین زنده او موفقیتی انرژی دهنده بود. فقط اینکه موری هنوز از دنیا نرفته بود. در حقیقت شگفت‌ترین قسمت زندگی او راحت بودن و رها بودن او بود. فصل 3. دانشجو. باید موضوعی را پیش از اینکه به این جای داستان برسم میگفتم و آن مربوط می شود به مدتها پس از آن روز تابستانی که برای آخرین بار استاد فهیم و عزیزم را در آغوش کشیدم و قول دادم که ارتباطم را با او قطع نکنم. من ارتباطم را قطع کردم. در حقیقت من با تمام همدانشکده‌ها و تمام دوستان و آشنایان آن دوره از بر بچه‌های همپیاله‌ای گرفته تا اولین دوست دختری که صبح‌های زیادی هنگام بیدار شدن از خواب فقط او را در کنار خود می‌دیدم قطع رابطه کردم. سالها پس از فراغت از تحصیل زندگی از من انسانی خشک و جدی ساخته بود. من با آن میچ مغرور تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده‌ای که عازم نیویورک بود تا استعدادهایش را به دنیا تقدیم کند کاملا فرق کرده بودم. من کشف کردم که جهان فقط شامل علایق من نمی شود. 20 سال اول زندگیم به بطالت گذشته بود، کاملا درگیر زندگی شدن و درس خواندن و متعجب بودم که چرا هیچ وقت برای من چراغ سبز نمی شود. چرا راهم باز نمی شود. رویایم این بود که آهنگساز معروفی شوم. سازم پیانو بود. اما پس از گذراندن سالهای متمادی بی‌نتیجه در کافه، کاواره‌های خلوت، پس از خلف وعده‌های بسیار، پس از دیدن از همپاشیدگی‌های گروه‌های موسیقی و پس از ملاقات با تهیه کنندگانی که از هر کسی استقبال می‌کردند به غیر از من، رویای زندگیم رنگ باخت. من برای اولین بار در زندگیم شکست خوردم. همان ایام بود که اولین مرگ مهم زندگیم را به چشم دیدم. دایی محبوبم، کسی که به من موسیقی و رانندگی آموخت، کسی که در مورد دخترها سر به سرم می‌گذاشت، کسی که مرا به ورزش فوتبال علاقه‌مند کرد. تنها فرد بزرگسالی که من همچون کودکی او را هدف گرفتم و گفتم این آدم همان آدمی است که من می‌خواهم در بزرگی مثل او بشوم. در اثر سرطان لوزالمعده در سن 44 سالگی از دنیا رفت. او مردی کوتاه‌قد، خوش‌قیافه و سبیل کلفت بود. من در آخرین سال زندگی او در کنارش بودم. درست در طبقه پایین آپارتمان او زندگی می‌کردم. من شاهد تحریر رفتن بدن قوی او و آماس دوباره آن بودم. شاهد درد و رنج او. هر شب پشت سر هم. شاهد این بودم که روی میز ناهارخوری خم می‌شد. از درد به خود می‌پیچید و معده‌اش را فشار می‌داد. او با چشمان بسته از فرط درد دهانش را باز می‌کرد و فریاد می‌زد: آه خدایا، آه یا عیسی مسیح. همه ما همسر و 2 پسر بچه داییم در سکوت محض همانجا می‌ایستادیم و ظرف‌ها را می‌شستیم. نگاه‌هایمان را ادایی برمی‌گرفتیم تا شاهد آن صحنه نباشیم. هیچ وقت در زندگیم مثل آن لحظه ناتوان از کمک کردن نبودم. احساس این که هیچ کاری از دستم ساخته نیست، احساس بی‌مصرفی. روزی از روزهای ماه می من و دایی روی تراس آپارتمانش نشستیم. هوا گرم بود. باد می‌وزید. او به افق دوردست نگاه کرد و در حالی که دندانهایش را از فرط درد روی هم فشار می‌داد گفت که تا سال دیگر زنده نخواهد ماند که شاهد مدرسه رفتن بچه‌هایش باشد. از من درخواست کرد مراقب آنها باشم.
من از او خواهش کردم که آن حرفها را نزند. او با نگاهی غمبار به من خیره شد. چند هفته بعد دایی فوت کرد. پس از مراسم خاکسپاری زندگی من عوض شد. احساس می‌کردم که به یک بار زمان برایم ارزشمند شده است. زندگی همچون آبی روان با سرعتی سرسام‌آور جاری بود و من به حد کافی چالاک و فرز نبودم. کلی وقت هدر داده بودم. این شد که نوازندگی، کاباره‌گردی، آن هم کاباره‌های خلوت و آهنگسازی را دیگر کلاً کنار گذاشتم. آهنگ‌هایی که هیچگاه کسی آنها را نمی‌شنید. دوباره در دانشگاه ثبت نام کردم و فوق لیسانس روزنامه‌نگاری گرفتم. بلافاصله اولین کار به من پیشنهاد شد. نویسنده مقالات ورزشی. به جای اینکه در پی کسب شهرت برای خود باشم، در مورد ورزشکاران مشهور مطلب می‌نوشتم. برای آنها کسب شهرت می‌کردم. برای روزنامه‌ها و مجله‌ها مطلب نوشتم و حقوق گرفتم. با سرعتی سرسام‌آور پیش می‌رفتم. دقیقه و ساعت نمی‌فهمیدم. کاری بی حد و مرز، کار تمام وقت. صبح از خواب بیدار می‌شدم، دندانهایم را مسواک می‌زدم و با همان لباس خواب پشت ماشین تحریر می‌نشستم. دایی برای یک شرکت بزرگ تجاری کار کرده بود. از آن کار متنفر بود. هر روز همان کارها. من قاطعانه تصمیم گرفته بودم مانند او به آخر خط نرسم. به شهرهای دیگر سرک کشیدم، از نیویورک تا فلوریدا و عاقبت کاری در دیترویت پیدا کردم. نویسنده مقالات ورزشی برای نشریه آزاد دیترویت. تب ورزش در آن شهر همیشه داغ بود. دیترویت پر است از تیم‌های حرفه‌ای در رشته‌های فوتبال، بسکتبال، بیسبال و هاکی و این امر با حال و هوای من سازگار بود. در عرض چند سال علاوه بر داشتن ستونی ثابت در نشریه آزاد دیترویت، مؤلف کتاب‌های ورزشی مجری رادیو و تلویزیون، کارشناس فوتبالیست‌های قدر و منتقد برنامه‌های گوناگون ورزشی دانشگاه‌های تربیت بدنی شدم. بخشی از گستره رسانه ملیمان شدم که همکنون کشور را تحت پوشش قرار داده است. کلی محبوب شدم. اجاره کردنها تمام شد. شروع کردم به خریدن. خانه بالای تپه خریدم و اتومبیل پشت اتومبیل. در بازار سهام کلان کلان سرمایه گذاری کردم و پولهای گنده گنده به دست آوردم. سرعتم مانند اتومبیلی بود که با دنده 5 حرکت می کند. برای تمام پروژه های کاریم ضرب العجل تعیین می کردم و همه آنها را نیز سر موعد مقرر به اتمام می رساندم. با نیروی فرابشری. سرعتم به شدت خرکی بود. تخت گاز می رفتم. بیش از حد تصورم پول درآوردم. با زنی مومشکی به نام ژانین آشنا شدم. او همه جور عاشقم بود. علیرغم برنامه‌های کاری شلوغ و غیبت‌های طولانی من و ژانین پس از گذشت 7 سال دوستی عاشقانه با همدیگر ازدواج کردیم. من 1 هفته پس از ازدواج به سر کارم برگشتم. به ژانین و به خودم گفتم که بالاخره روزی میرسد که ما هم بچه دار شویم. چیزی که آرزوی ژانین بود، اما آن روز هرگز از راه نرسید. در واقع برخلاف گفته خود زیر بار موفقیت‌های کاری خویش مدفون شدم. موفقیت پشت موفقیت. اعتقاد داشتم که با موفقیت‌های کاری فراوان قادر خواهم بود اوضاع را تحت اختیار خود بگیرم و در شادی حاصل از هر موفقیت تازه تا ابد محبوس شوم. تصمیم داشتم پیش از اینکه بیمار شوم یا بمیرم و یا مانند داییم تصور کنم که تقدیرم این بوده، به این مرز برسم. و اما در مورد موری، بله، گاهی به او فکر می‌کردم. به درس‌هایی که به من آموخته بود، انسانیت، رابطه با دیگران، اما فقط به صورت خاطراتی از گذشته‌های دور، گویی در زندگی دیگری با او آشنا شده بودم. سالهای سال بود که نامه‌های دریافتی از دانشگاه براینز را دور می‌ریختم. فکر می‌کردم که آنها فقط دنبال پول هستند و به این ترتیب از بیماری موری به هیچ وجه مطلع نبودم. افرادی که می‌توانستند خبری از موری به من بدهند مدت‌ها پیش فراموش شده و شماره تلفن‌های آنها هم در انباری زیر شیروانی
درون جعبه اشیای به درد نخور خاک می‌خوردم. و اگر که من شبی دیر وقت تلویزیون را از کانالی به کانال دیگر نمی‌زدم، ممکن بود این روند تا ابد ادامه پیدا کند. اما آن شب صدایی به گوشم رسید و من دیگه به اول فصل 4 رسیدم که وقت به من اجازه نمیده بیش از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. بهتون پیشنهاد میکنم لذت خواندن این کتاب رو به خودتون حد از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.